اینو هیچ جا بهتون نمیگن. بخوای اینو براقش کنی اصلا با سنباده نمیشه. خیلی مخلصیم آقا جون. اولا که لایک و کامنت یادت نره با سابسکرایب. خب بیا جلو. این بعد کاره یه اوپال آتشین درجه 1. این روش سفید شده بود. میری قبل کارم برات فیلم گذاشتم ببین. یا علی. خیلی مخلصیم. خوبی؟ خسته نباشید. امروز اومدم براتون با یه آموزش. 10 سال تجربه است. بیا جلو. یه سریا اوپال میخرن. این اوپال مشکی ها رنگ شده است. بعد یه تایمی رنگش میره به سفیدی میزنه. شما میخوای رنگش برگرده دوباره اینجوری بشه، 24 ساعت 48 ساعت 2 روز میذاری تو آب. اوپال آبو میکشه به خودش، رنگ اوپال دوباره برمیگرده مثل این سفید شده بود روش. بعد این چجوری بگم بهتون، ماتی روش اگه دقت کنید سنگ خورده این برون، چون اوپال نرمه کده شده روش. اینو هیچ جا بهتون نمیگن. بخوای اینو براقش کنی اصلا با سنباده نمیشه، انقدر که نرمه این سنگ. شما میای کجا؟ اولا که کارو باید بیاری پیش ما. شما خودت نمیتونی این کار انجام بدی. میای پیش ما، یه هزینه ما میدی، ما برات انجام میدیم. فوت کوزه‌گری ها. میای رو کجا؟ دستگاه پرداخت کرکی. صابون زیاد میزنی، سنگو داری میبینی انقدر نرمه، فقط باید با کرکی اینو پرداخت بزنی. سنگ از اون حالت کدری خود دارم. الان همین سنگو شما باید بری 3 میلیون پول بدی. این هم از بگیر روش قشنگ زور کن. این هم از پایان کار. چی بود؟ چی شد؟ اینو جای بهت نمیگه. بگو دمت گرم. مخلصی.